سلام. ارادت. چطوری؟ چه حال، چه خبر؟ نوکرتم قربونت برم. شما چه خبر؟ ما خبرهای خوب. به به. دیروز فیفای طرح 403 کلاب به دست من رسید دیروز عصر و چون امروز قرار داشتیم که همدیگه رو ببینیم برای موضوع دیگه‌ای، به ذهنم رسید که عالی عالی بیام خدمت شما باکس اوپنینگش انجام بدیم. این همشه یا چند سری؟ چند سری میشه؟ این نوبت 10 تای اوله. آره 10 تا قول دادن به ما تحویل بدن و اینجوری بهتره، کار خورد خورد پیش میره، سنگین نمیشه، ما میتونیم کنترل بهتری انجام بدیم. خلاصه فکر کردم که یه تیر و چند نشونه، هم حس خوبش با شما شیر میشه، هم ویدیوش هم خدمت شما ضبط میکنیم و به به حال بهتری. و خب اینو باز کنیم اول ببینیم چطوریه، بعد باز کنیم. تو باز کن، من باز کنم، آتیش کنیم. چالش ببین ما با هم تمرین نکردیم. این جوریه که اینجوریه. فعل بداهه یه چیز حسی به ذهن من رسید و گفتم که آقا ما که امروز همو میبینیم، بذار یه حال خوبی هم کنار هم دیگه تجربه کنیم. خوب. چه جعبه ای؟ ببینیم که از جعبه هاش هم جدید سیامک اسپایپ داتایار این جعبهشه. البته به من گفت پاوچاش، اون کیفای داخل جعبهش هنوز آماده نشده و در نتیجه باید جعبه خالی گذاشته برامون. شما باز کنین دیگه، ما همزمان با هم ببینیم چی به چیه. خب این الان مال بچه هاست، اوکی چسبشو باز کنیم؟ آره باید کنترل بشه. ببین اینا یه سری اومده کنترل شده، برگشت خورده، دوباره اصلاح شده، باید دونه دونه باز شه، کنترل شه. خیلی محبت کرد، خودش آورد تهران، اومد پیش من، با هم چک کردیم. یه سری مواردی بود که خودش هم اصرار داشت که ببره و دوباره بفرست. بالای چیزش هم بازه. بله ویه دیگه. بالای چی منظور؟ قیفی هست؟ آره اون که سیامک تو کار بیتولیب خیلی کارش تمیزه. هدف این بود که در واقع هم حس خوب و با دوستانی که دنبال میکنن به اشتراک بذاریم و با شما، و همین که من یه توضیحی بدم روند تطور این پروژه رو امسال، در واقع سیر که این پیپ طی کرده تا آماده شه، تا برسه آره به این نقطه و این طرحی که دیده میشه انشالله تو اون دوربینه. اتفاقی که افتاد، اولین بار این طرح رو من دست فرباد عزیز دیدم از بچه‌های کلاب که بر اساس یک عکسی با مشارکت آقا مرتضی یک طرحی رو داده بودن به سیامک، یه عکسی رو، و خواسته بودن که تولید بشه و روش با گفتگو کرده بودن. کار رسیده بود به یه محصولی که من توی از میتینگ‌ها دست فرباد خان دیدم و خیلی خوشم اومد. اگه این ویدیو رو میبینه بهش سلام میکنم، FMT. و بعد اتفاقی که افتاد، چون ما امسال خیلی شلوغ بودیم و مسئله طرح سالمون هم تا بعد از گردهمایی سراسریمون عقب افتاده بود، من
به نظرم رسید که یا باید پروژه رو امسال کنسل کنم یا سریع انجام بشه. و هم موقع داشتم بررسی میکردم که دیدم سیامک عزیز یه همچین طرحی رو کار کرده بود و منم مثلا خب ذاتاً فکر میکردم که پیپ خیلی خوش اسموکی باید باشه، به خاطر ساختارش، به خاطر شنک بلندش، به خاطر آتشگاه قابل توجهش، به خاطر کاسش و اساساً ظاهرش. به نظرم رسید که به این شکل کار بکنیم و یه مشورتی با ادمینا کردیم و با سیامک صحبت کردیم و وارد پروسه ساخت شدیم که اولین نمونهش رو وقتی برای من آورد این کار بود که در واقع متفاوت خیلی با شکل نهایی تغییراتی داره. خب ما در واقع تقریبا طرحی که ما درخواست کرده بودیم شیپ کاسه این بود که خب اون تیپیکال طرحیه که من دست فرباد دیده بودم. البته پیپ فرباد شنکش هم بلندتر بود. حالا ما به دلایلی کوتاه‌ترش کردیم، هم برای اینکه آزادی عمل سازنده بیشتر بشه، هم برای اینکه پیپ سبکتر بشه. واقعیت اینه که شنک بلند اینا همش وزنه و تو کلنچ آدم رو خسته میکنه و من روی سبک بودن پیپ تاکید داشتم که اگه شما نگاه بکنی حتی توی نسخه نهایی خود شنک هم همچین نازک ترک و آره به قول معروف آره. و خلاصه این نسخه دوم موقعی که آماده شد من 2 خواهش اصلی کردم از سیامک عزیز که اگه مقدوره انجام بده ازش همینجا تشکر میکنم، دمش گرم. هر 2 رو اجابت کرد. یکی این که توی این مسیر توی شنک، خب ببینید شنک خمیده است. تو شنک خمیده شما سوراخکاری مستقیم تا یه جایی میتونی بکنی. من خواهش کردم تا اونجایی که جا داره اسموک چمبر برای ما بزنه، یعنی یه سوراخ حالا ولو شده 9 میل 10 میل نه 8 میل یه خورده بزنه. حالا در مورد که اون اسموک چمبر چیکار میکنه بعدا من توی ویدیوی جدا کامل توضیح میدم با شکل. هم این رو پذیرفت، هم ازش درخواست کردم که توی شکل استم ما یه تغییری رو ایجاد کنه که امیدوارم تو ویدیو برای دوستانم مشهود باشه. استم اولیه ما این کار بوده که با شنک به اصطلاح فنیش همباده از 4 طرف و طرحی که خواستیم و سیامک عزیزم به زیبایی این رو تونستن در بیارن، با یه شیب بسیار ملایم و کم این رو به حالت گلدونی در آوردیم و کات رو هم نسبت به شکل اولیه کات رو هم تندتر کردیم. یه خورده کاراکتر پیپ رو به قول معروف شاید به زعم من حالا اساطیری تر کرد و همچنین محبت کرد، قبول کرد که برای ما ریم و قسمت برند پیپ رو اسموز در بیاره که وضعیت و کیفیت بلاک کیکومی که استفاده شده هم معلوم باشه. از لحاظ وزن این نسخه سوم که نسخه نهایی محسوب میشه به طرز قابل توجهی سبکتره. من اینجا این اون شکل پروتوتایپ 2 ما هست 60 گرمه و این فاینال ما هست 47 گرمه. یعنی شما این 2 رو تو دستم که میگیری تفاوت وزنش رو کامل حس میکنی و اینا البته 50 گرم 52 گرم چون من سری اول که چکم وزنا همه رو چکم توی رنج بین 48 تا 50 گرم هن و تا 54 گرم شاید حتی 56 گرم، ولی به هر حال تا تونسته از وزنش کم کرده راحت باشه که کلنچش راحت باشه و خسته نکنه اسموکر رو، در عین حالی که به خاطر طول زیادش میتونه اسموک بسیار خنک و دلچسبی بده.
و امید که مورد پسند دوستان باشه و اسموکش کنن، از اسموکش لذت ببرن. حالا من یه ویدیوهایی هم برای این ضبط کرده بودم ولی هیچکدوم به دلم نچسبید، آپلود نکردم. گفتم امروز با شما ضبط بکنیم که ببینیم چه شکلی. چند تا سوال دارم، یه آتیشو بزنیم. چیز میخوره اینا؟ زیرش شماره میخوره؟ بله، اینا در واقع بغل اسم لوگوی کلاب میخوره، زیرش سال میخوره، روی این قسمت هم برند سازنده و شماره میخوره که شماره پیپ بر مبنای نوبت سفارش هست و به اون ترتیب چیز میشه، به همون ترتیب هم ارسال میشه. الان 10 تا که آماده شده، شماره 1 تا 10 میخوره، برای نفر اول تا 10 ارسال میشه. البته من خودم شماره 5 بودم که در واقع نوبتمو دادم به امین‌الدین عزیز چون خیلی ذوق داشت و خیلی هم دوستش دارم و نفر 11 بود. گفتم زودتر برسه به پیپش. و یه سورپرایز هم برای شما دارم. علی آقای بابایی شماره فکر کنم 3 یا 4 بود، نوبتش رو دیشب داد به شما. شما من 27 آره بودم فکر میکنم، بالای 20 حالا گوشیم نمیرسه. آره من تو ردیف سوم بودم. به من پیام داد، گفت آقا نوبت منم ببرین تر، نوبتمو بدین به یکی دیگه از بچه‌ها. و در واقع با هم فکر کردیم که این نوبتش رو به شما بدیم، هم دلچسب ماست هم دلچسب شما. مرسی. و در واقع من جدیدن که آروماتیک میکشم پیپاز دیرتر خوش میشه، قشنگ به چالش کمبود پیپم خورده بودم. خب چند وجهی چسبید و از واقعا دمش گرم، واقعا ممنونم، غافلگیر شدم. علی کم حرفه ولی گزیدگویه. من از علی چشمایی دیدم که خیلی قبولش دارم. آره تو گروه هم چیزی ناومد، من خصوصی آقا منم بنداز سعی صفا بچه ها دیگه زودتر بگیرن. به هر حال دوستان دیگه هم که توی 10 نفر دوم و سوم و بقیه به ترتیب هستن میتونن استعلام کنن، چون ما شماره رو که بر اساس اونی که سفارش داده شده همون رو پیپ میزنیم، مگه اینکه حالا کسی خودش بخواد جابجا بشه. همونطور که احسانم شمارهش رو به علیرضا داد، بخاطر که علیرضا طرح 402 شماره 4 بود، دلش می‌خواست 403 هم 4 باشه، 4 مال احسان بود، لطف کرد اونم داد، پس 4 نبود. علی فکر کنم یا 5 نبود، علی فکر کنم 6. خلاصه حالا اینجوریه. حالا بازم به نظر من این اتفاقای اینجوری کلاب و معنی دار میکنه. به نوعی اینجور رفاقت کردن ها، از خود گذشتگی کردن ها یک کلاب رو معنی دار میکنه، نه اینکه ما فقط بشینیم پیپ بشیم هی دود کنیم. ببینید این دوستیه، این چیز مهمیه و اینکه بدون اینکه تو بخوای آدما این کارو بکنن چیز مهمیه. میدونی؟ ببخشید داشتی سوال میپرسیدی، من خیلی جالب بود. نگفتم، دوست داشتم سورپرایزت کنم. مرسی، واقعا عقل از سرم پرید. چیز سری 2 و 3 فکر می‌کنین که حاضر شه اول از همه؟ حالا تاریخ بهم نگفت سیامک، کل پروژه رو قراره 3 تا 4 ماه بزنه. من فکر میکنم که مثلا توی دی ماه بی حرف بیش سری 2 حداقل آماده بشه و امیدوارم که بتونه
بین کاراش تلاش کنه که سری 3 رو هم بفرسته برا ما، ولی نهایتا دیگه 4 ماهش میشه تا بهمن، هرچی باشه قبل عید جمع میشه. عالی. و این طولانی شدن این پروسه هم ببینید 1 ماه پیش اینا به دست من رسید، بنده خدا خودش هم پا شد آورد تهران، ولی خب با هم چک کردیم، یه مواردی بود که به هر حال صلاح دونستیم که بره و اصلاح بشه. الان هم ممکنه دوباره برگشت بخوره تو فاز کنترل. به هر حال ما نهایت تلاشمون میکنیم چیزی که از دست ما خارج میشه چیزهای بدیهی توش حل شده باشه. امیدوار هستیم که حالا این تلاش ها مقبول دوستان باشه. عالی. پروسش چطوریه؟ مثلا این هر سری مثلا اولیو بهش گفتین آقا همچین چیزی میخواین، همون که برای مثلا فربد زدین این مدلی باشه، بعد همون زد بعد میفرستن چیز میکنی؟ معمولا با یه عکس شروع میشه روند. یا یه عکس سازنده پیشنهاد میکنه یا ما پیشنهاد میکنیم. یه دونه پروتوتایپ ساخته میشه. قبل از اون مثلا تو فاز همون عکس من یه سری نکات رو میگم، آقا فیت اینجوری انتظار داریم، آقا مثلا آتشگاه میخوایم مثلا وی باشه یا یو باشه، میخوایم فیلتر بخوره نخوره، میخوایم استم چه ابعادی داشته باشه، میخوایم بیت ضخامتش چقدر باشه، چیزایی که نظر ما هست رو میگیم، فیشتیل باشه نباشه. سازنده یه پروتوتایپ میسازه، اون که میرسه من تست میکنم یه سری چیزا اون موقع میزنه بیرون. مثلا تو این اولی ما یکی از اولین چیزایی که ترجمه کرد این بود که جای درج لوگو نداره این استمه این قسمت گوشتش خیلی کوتاهه و بلندش کردیم. برای این خب بلندش کردیم و همین نسبت وزن پیپ زیاد میشه، شیبش رو تغییر دادیم. یعنی میدونی این خورد به تکامل خورد که میریم جلو، مثل یه سری MVP هایی هست که یه دونش ساخته میشه بعد بهبودش میدیم، دومی ساخته میشه، معمولا هم رو همین یکی دوتا به یک توافقی با سازنده میرسیم. نکته که هست جمعی موارد از زیبایی، از اسموک، از مهندسی ساخت و از وزن پیپ رو سعی میکنیم رعایت کنیم. بعد این پروتوتایپ اول چیز میشه تایید که شد تازه میره برای تولید. بله ببین تا موقعی که من فاینال تایید نکردم سازنده شروع نمیکنه ساخت رو. ما پروتوتایپ دوم رو که تست کردیم من بهش گفتم همه چی اوکیه، فقط میتونی اسموک چمبر رو تغییر شکل استم رو که خب سیامک هم محبت کرد دوباره کار کرد. اسموک چمبر دقیقاً توی استم یه فیلتر میاد، جای فیلتر هستش تا اینجا یه فضای خالی اضافه تر گشاد توی شنک قرار میگیره. بله در واقع ببینید همون مورتیس پیپ، مورتیس توی چارت های مهندسی ساخت غربی اکثرا اینطوری شکل شده که مورتیس باید حد اکثر 2 میل با فیلتر انتهای مورتیس فاصله داشته باشه. یعنی فیلتر شما نباید بچسبه اون تا، باید یه 2 میل فاصله باشه. ما به تجربه دیدیم که آقا وقتی این فاصله بیشتر میشه اسموک خنک‌تر و تمیزتری به ما میده پیپمون، برای اینکه سطح جذب رطوبت شنکمون زیاد میشه. و خب خیلی وقتا درخواست میکنیم که این اتفاق برامون بیفته توی کاری که ساخته میشه. اسموک چمبر به یک فضایی برای محفظه دود میگن که حالا تو پیپای کالاباش زیر آتشگاهه، تو پیپای ریورس کالاباش توی شنک. توی این پیپا این چیزی که زده میشه نمیشه خیلی بهش گفت اسموک چمبر، ولی همون کار رو میکنه در واقع. بله یعنی مورتیس رو ما برخلاف چارت مهندسی ساخت اروپایی مورتیس رو تا جایی که جا داره و آسیب نمیزنه به اینکه مثلا برناتی چیزی بشه امتداد میدیم. البته موافقان و مخالفان خودش هم داره. این تجربه ماست که اسموک خنک‌تر و تمیزتری میده، دوستش داریم. چیزی نیستش که استاندارد جهانی باشه، فکر میکنیم که اختیارشو داریم برای طرح سال کلاب خودمون، اون مهندسی ساختی که خودمون فکر میکنیم اسموک بهتری میده با تجربه خودمون. راجع به تجربه یه چیزی الان یادم اومد بگم.
ما مثلا من کیوان بخوام یه پیپ بخرم، مثلا انقدر تجربه ندارم که خوب و بدش رو بدونم. مثلا بخوام بدونم این اینجوریه اون اونجوریه، انقدر مثلا فضا اسمو چمبر درست کنیم چی کار میکنه، یا حتی به وزنش من اصلا یادم نبود وزن، همین الان صحبت شد چیز کردم. بعد یه بار نمیدونم کدوم یکی این پروتوتایپ ها بود، یه لحظه گرفتم کشیدم از تو میتینگ بود. بودیم. آره فکر کنم همین دومیه بود، این بود. آره من اصلا حیرت کردم از این همه خنکی. خیلی جذاب بود، خیلی جذاب بود واسه. و داشتم به امین میگفتم که آقا ما بخوایم پیپ سفارش بدیم خودمون، اصلا علمی نداریم که بخوایم چیز کنیم، تجربه ای نداریم به اون صورت. بعد از اون ور علم و تجربه هم بگیم تا یه حدودی داشته باشیم، طرف حرفمونم نمیخونه. من کیوان بیام مثلا خیلی چیز کنم، فکر نکنم سازنده ای باشه، حوصله کنه، به خصوص این که علم منم خیلی زیاد نیست. یعنی یه چیزی دلم میخواد، هزار چیز رو نمیبینم، طرف میگه واقعا اصلا تو باغ نیست. نه چجوریه؟ سازنده‌های هموطن ما اکثرا خیلی با حوصله و صبورن، اکثرا گوش میدن. من تا حالا سفارش ندادم البته، اینجوری فکر میکنم. نه اکثرا تلاش میکنن گوش بدن، اما یه اروری که وجود میاد، اولا خب گاهی اوقات خواسته هایی که اسموکر داره خواسته های نرویه، یعنی به مهندسی ساخت پیپ آسیب میزنه. و سازنده هم یه تجربه زیسته ای دارن، وقتی که این خواسته ها رو انجام میدن و پیپ تو اسموک به مشکل میخوره، بعد همون مشتری شاکی میشه، همون اسموکر شاکی میشه، بهشون گله میکنه. من چند موردش رو برخورد داشتم که سازنده گفت خب من که بهت گفتم این خوب در نمیاد، خودت اصرار کردی. برای همین هست که من تو اکثر ویدیوها میگم آقا تو دست و پای سازنده نرید، بذارید کار خودش رو بکنه. من تقریبا به جز پیپای طرح سال اصلا تو پروسه ساخت دخالت نمیکنم. یعنی وقتی سفارشی میدم بر مبنای اون چیزی که میبینم میگم. اگه خود سازنده چیزی آپشنال باشه از من میپرسه، مثلا میگه آقا میخوای آتشکدت وی باشه یا یو، میگم. میخوای اسموک چمبر بزنم یا نه، میگم. ولی من نمیرم تو دست و پاش. اما طرح سال چون چیزیه که خودمون داریم مهندسیش رو انتخاب میکنیم، با دیتیلش یه توافق دو طرفه است بین ما و سازنده و محبت میکنن دوستان، همراهی میکنن. باز اونجا هم ما سعی میکنیم بیش از حد تو دست و پاشون نریم، محدودیت‌های ساخت رو درک بکنیم. برای اینکه من خودم پیپ ساختم، حالا با امکانات ابتدایی ولی ساختم، کار سختیه. این نشستن کنار گودل انگش کن خیلی راحته، ولی یه دونه دریل برداری روش ببندی شروع کنی سوراخ‌کاری، یه دونه سوراخ وسط در آوردن توی یه نقطه به هم رسوندن و تجربه کنی چقدر داستان داره. حالا درسته من با ماشین تراش نساختم هیچ وقت، همیشه با یه دونه دریل خسته بوده، ولی سختی کار رو میدونم، معذوریت ها و محدودیت ها رو میدونم. برای همینم از یه حدودی هم بیشتر تو دست و پای دوستان سازنده نمیرم و یه جور تفاهم دو طرفه بینمون هست. و اینکه حالا دوستانم به من لطف دارن، حرفمو به عنوان کسی که میفهمه چی میگه قبول میکنن، چون خیلیشون در جریان هستن که منم به قدر خودم شاگردی کردم تو این زمینه و بدون شناخت فنی حرف نمیزنم، صرفا به عنوان اسموکر حرف نمیزنم. جدا از اینکه مثلا رشته مهندسی صنایع، درس تراشکاری خوندم، تو محیط صنعتی زیاد بودم. جدا از اینکه پدرم صنعتگر بوده، از بچگی تو محیط صنعتی بودم، تو کارخونه بودم، تو کارگاه بودم. یه محبتی هم دوستان دارن که گوش به حرف میدن. این که واقعیت من دیدم گوش به حرف مشتریاشون میدن، منتها همونی که خودت گفتی، ببین درک فنی از مهندسی ساخت پیپ در طول زمان و با تجربه به دست میاد، تو کتابا ننوشته. باید شما محتوا ببینی، بری تعمق کنی، فکر کنی، ببینی اسموک چمبر داستانش چیه، اون چیه، این چیه. واقعیتش اینه که با زمان همه اینو به دست میارن اگه دقیق باشن، اگه مطالعه کنن، اگه دقت کنن. تنها چیزی که من به شما بیشتر دارم سابقه بیشتره. من سال مثلا 84 یا 85 اون موقع شروع کردم، شما شاید پیپو تازه یه سال نشده شد. در طول زمان اینا رو همه به دست میارن. خیلی از بچه‌هایی که تو کلاب ما اومدن تازه کار بودن الان خودشون دیگه میفهمن ساختار مهندسی ساختو میفهمن و خیلی هاشون قبل از اینکه تو کلاب ما بیان از منم بیشتر میدونستن. اصلا این چیزی نیست که ما به هم یاد میدیم، کسی اینجا
استاد تمامی نداره، ما هممون شاگردیم. ولی خب فرق فقط تو زمان بیشتره، تو مطالعه بیشتره که به خاطر زمانم میاد دیگه. و ما سعی کنیم اینو به نفع بچهای کلاب که طرح سال میگیرن استفادهش بکنیم. بازم میگم تهش چیزی که برای ما داره خوشحالی اینه که بچه‌ها وقتی اینو دست میگیرن اون حس تعلق و اون حس همدلی رو دارن. حالا بماند که یه سری کاربردهای عملی هم داره دیگه، مثلا موقع مسابقات خب پیپا معمولا فیزیکشون یه دسته کمک میکنه به این مسیر. البته پیپ دستساز 100% یه دست نیست، اینو باید توجه همه داشته باشن. و یه نکته مهم در مورد این شیپ خاص و این پیپ خاص من لازم خدمت شما بگم، اونم اینه که اونجوری که سیامک به من گفت از این پیپ من 1 سانت از این ور رو با تراش میزنم، 1 سانت از این ور، بقیهش کامل با دسته، چون این کرو رو با تراش نمیشه در آورد. خب این شما تو ماشین تراش مورب میتونی بزنی، مخروطی میتونی بزنی، منحنی زدن و حداقل من فرشید هوشمند موقعی که با ماشین تراش کار کردم یاد نگرفتم. این کرو داره، انحنا داره. چیزی که به من گفته سازنده میگه من 1 سانت از دو طرف رو با تراش میزنم، بقیهش دستیه. در نتیجه یه سری تغییر ابعاد طبیعیه تو این کارا و اصلا قشنگی کار دستی همینه که هیچ دوتاییش عیناً مثل هم نیست. فرقش با کار سرد ماشینی همینه اصلا کار دستی. و خلاصه تلاش کرده که نهایت خودشو بذاره. یه دونه پیپ هم من بهش داده بودم اوورهال کنه برام، باید تو جعبه باشه، بذار اونم ببینیم. این کار اوورهال هم کار باحالیه که من تا حالا انجام ندادم. کجا بفهمم تو کدومشه؟ این گفت گوشم تو پارچ. این پیپا دوستانی که دنبال میکنن توی پیج یوتیوب من و تو ویدیوها باید دیده باشنش یا تو عکس ها و اینا. روش کار اوورهال انجام شده، یعنی هم رنگامیزی شده، هم در واقع ازش خواسته بودم چون سوراخ آتشگاه زیر آتشگاه بود، خواستم که ببره پایین تر که سوراخ بیفته بغل. اون زمانی که این برای من ساخته بود سوراخ رو زیر میزد. بعد یه سری هم ایراد گرفته بودم به خود بیتش پهن و مهدب بود. بعد اومد دید که دست بردم توش، محبت کرد گفت بده من برم اینو درستش کنم. یعنی هم بیتمو درست کرده، هم ازش خواسته بودم که اسموک چمبر بزنه برام که زده. چه تغییراته. آره هم که یه رنگ کامل دوباره زده. حالا میگم تو پیجم نگاه کنی این تقریبا دیگه رنگش قهوه‌ای روشن شده بود، اینقدر استفاده شده بود. دوباره ماهاگونیش کرد و آره هرچی ایراد از کار گرفته بودم همش کردم، همه رو برطرف کرد. و یکی از آخه پیپای خیلی مورد علاقه من، زیاد هم اسموکش میکردم، خیلی هم خوشگله. آره بعد تو پروسه اوورهال برام عکس فرستاد، سوراخو که میبرد پایین گفت یه خورده توی دیوارها حالت برنات پیش اومده، چون من داغ اسموک میکنم معمولا، خیلی حواسم اگه نباشه مراعات پیپو نمیکنم. این مثلا سرم تو کار دیگه ای باشه اسموک میکنم تا تاش میره، بعد میبینم خیلی داغ شده، اما چون کلنک هم میکنم کار بدیه. شما این کار تو خونه انجام ندیم، ولی خب یه خورده دیوارا حالت برنات شده، ترک ترک شده. ازش خواهش کردم یه لایه زخیم کیک برام روش بزنه که همچنان پیپ رو بتونم استفاده کنم، که این هم محبت کرده انجام داده. خدا رو شکر کیکش هم به دست نمیچسبه. خلاصه اینم یکی از سرویس هایی است که پیپ سازا هموطن انجام میدن، دوستان میتونن استفاده کنن. ببخشید باز من وسط سوال و صحبت شما اومدم. کجا خیلی جالب بود، خیلی جالب بود. حالا من عکس آخرین وضعیتش رو باید میفرستم. فکر دیده بودمش، حتی دست هم دیده بودی.
اگه شد تو ادیت میذاریم کنارشون که تغییراتی کرده. آره خلاصه من می‌خواستم اینو چیز کنم که آقا من کیوان با این قیمت ها دستم به همچین پیپی نمیرسه که انقدر با دقت روش کار شده باشه، ظریفکاری شده باشه، تجربه اومده توش، هی بهتر شده، دو سه نسل ازش پورتوسای دقیقا انگار چند نسل ازش گذشته. و میدونی هیچ ما ادعایی نداریم که کار مطلق خوبه. هر کاری تو تولید یه درصدی خطا داره، ممکنه میگیم ما تمام تلاشمون رو میکنیم که کار درست انجام شه. اصلا بگیریم از به کار خوب بگیم 100، این کار 90 باشه. من کیوان دستم به 30-40ش بیشتر نمیرسه که. یعنی من بخوام برم یه جا 50 تا پیپ بگیرم بخوام تست کنم اصلا نمیتونم بفهمم کدومه. حالا سوراخش صاف باشه یه سری چیزای اینجوری آره، ولی یه سری بحث تجربی هست که به دست من تا 30-40 بالاتر نمیرسه. حالا کار بی عیب و نقص که در مورد بحث قیمت هم که گفتی، اتفاقا یکی از چالشایی که همیشه مطرحه اینه که چجوری ما بتونیم طرح سال رو توی یک قیمت معقولی به اسموکرامون عرضه بکنیم، چون مسئله قیمت تابع خیلی چیزاست. تابع متریال هست، مواد بری هست، یعنی خود اینکه متریال چی باشه رو قیمت اثر داره، اینکه بلاک بری پیپ چقدر باشه، بلاک بزرگ بخواد کوچیک بخواد اثر داره، شیپ و مهندسی ساخت اثر داره رو قیمت، زحمتش اثر داره. خیلی فرق. یکی از چالش‌های مهم ما اینه که اون چیزی رو که دلمون میخواد با اون قیمتی که فکر میکنیم معقول بازاره و دست همه اسموکرها بهش میرسه در بیاریم. ممکنه یک کسی که پیپ نمیکشه فکر کنه آقا 3,200,000 تومان پول زیادیه برای یه پیپ، ولی کسی که تو ایران پیپ میکشه، پیپ دستساز میخره، پیپ برند میخره، میدونه که پیپ برند الان فکر کنم آنجلو دیگه 4-5 تومنه درجه 3 ایتالیا، ساوینلی و اینا رو 8-10 تومنه. من چند روز پیش بازار بودم دیدم دیگه، عکساش هم فکر کنم برای تو فرستادم. اون پیپی که من عکس گرفتم اگ بنته 8 میلیون تومنه. خب 8 تا 12 میلیون تومان پیپ برنده. پیپ‌های دستساز داخلی هم نرخ‌های بالاتر هم ساخته میشه. ما همه تلاشمون اینه که بتونیم توی رنجی که از اعضای کلاب هر کی خواست بخره بالاخره بتونه انجام بده و نره این طرح سال نشه برای یه عده خواص که حالا پول بیشتری دارن مثلا سمت الیتیزم نریم. من این خاص خرجی و الیتیزم و یکی از آفتهای خیلی جدی پیپ کشیدن و کلاب‌های پیپ میدونم و فکر میکنم که اون شادی و اون زیبایی کامیونیتی رو از بین میبره. یه قاعده‌ای وجود داره، من اتفاقا این ترم درس مدیریت رفتار سازمانی دارم تو دانشگاه، سر اون کلاس یه چیزی یاد گرفتم که برام خیلی جالب بود. فرق بین کامیونیتی و سوسایتی داشت مطرح میشد که آقا جامعه با کامیونیتی فرق دارن با هم. خب ما کامیونیتی هستیم، سوسایتی نیستیم و یکی از مهمترین فرقاشون اینه که ما توی کامیونیتی کلاس نداریم. یعنی طبقه بندی چی میگن؟ قشر. طبقه بندی کلاس های اجتماعی مال سوسایتیه، مال جامعه است، مال اجتماعه، مال کامیونیتی نیست. کامیونیتی توش کلاس معنیدار نیست. کامیونیتی یه جمعی هن که آگاهانه و داوطلبانه کنار هم جمع میشن. سوسایتی یه چیزیه که تو توش زاده میشی یا بهش مهاجرت میکنی. خب اونجا طبعا میری توی یه قشر خاص، توی یه کلاس خاص. من برای اینکه از این موضوع ایجاد اختلاف طبقاتی جلوگیری بشه سعی میکنم طرح سال رو توی یک، یعنی پالیسی ما تو گیتار پیپ همیشه این بوده که توی رنج قیمتی باشه که دست همه برسه. حداقل همه اونایی که اسموکر جدی هستن و میدونن پیپ دستساز به این قیمت ارزون محسوب میشه. و این آفت کنار یه آفت بسیار خطرناک دیگه که کامیونیتی ها رو تهدید میکنه، یعنی الیتیزم و ایجاد
طبقات مختلف اجتماعی توی کامیونیتی یکی از این فولاست. دومیش به نظر من کالتیزمه، قبیله‌گری، کالت شدن، رفتار کالتی. آقا من بنیانگذار گیتار و پیپم، هرچی من میگم همه باید قبول بکنن، همه باید دنبال روی من باشن. شما بارها دیدی تو گفتگوها نظرات موافق و مخالف ما میگیم تو کلاس. خیلی وقتا من خودم میام از شما نظر میپرسم، از 4 نفر دیگه نظر میپرسم. درسته که در آخر تصمیم گیرنده تیم ادمینه، ولی این گفتگوها رو نمیذاریم از بین بره. در حالی که به شدت ما در معرض کالت شدن هستیم تو کامیونیتی پیپ. چرا؟ چون خیلی از دوستان محبت دارن، نه بدون هیچ قصد و غرضی میان مثلا از محتوا استفاده میکنن، از فضای کلاب استفاده میکنن، لطف و محبتشون رو به آدم بروز میدن. آدم هول ورش میداره، به خودش میگیره، میگه ببین من چقدر آدم مهمی شدم. خب یعنی ویژگی های این که تو تولید کننده محتوایی برای خودت هم پیش میاد دیگه. آره. اینه که آدما ازت تشکر میکنن، قربون صداقت میرن، حالا تو آدم دوست داشتنی هم هستی، آره بهت محبت میکنن، میگن آدمت گرم تو ما رو نجات دادی، تو حال ما رو خوب. یه تلاشی میخواد که آدم باورش نشه خبریه. خیلی هم سخته. خیلی هم سخته. اولین بار اگه خاطرتون باشه با هم صحبت کردیم، دقیقا من داشتم و همین گفتم که آقا کار خیلی سختی داریم میکنیم. یعنی من اصلا همون اول اسم کلاب میاد دقیقا از همین کالت و چیزای شبیه کالت آدم میترسه اصلا. مثال کلاب موتور سوارا. آره، اینا رو گفتم. آره. بعد من دقیقا حرف این بود، هرچی هم نگاه میکردم مثلا شاید چند ماه بود داشتم همه زوایا بررسی میکردم که کجا اومدم اصلا، این کلاب برنامهش چیه، و دیدم انقدر سالم مونده و کشیده نشده به این سمت. دقیقا چیز این بود که آقا خیلی کار سختیه و واقعا سخته نگه داشتن. حالا اینکه به آدم لطف میکنن این کالت نشه یه بحثه، پتانسیل های خیلی زیادی میتونه داشته باشه، قشنگ باید مدیریت شه و سخته. بله. ببین تو تا آگاهی نسبت به این باگ نداشته باشی، به این ریسک نداشته باشی، خود دستت میکنه. معصوم که نیستیم ما، هممون ممکنه دوچار این خطای منیت بشیم به خاطر تعریفایی که ازمون میشه، به خاطر لطفی که بهمون میشه. من خب دیدم خیلی از بچهای پیپ حتی عضو کلاب ما هم نیستن به من لطف دارن، دورا دور محبتشون میرسه. خب این میتونه باعث بشه که من به خودم غره بشم، بعد بگم خب بچه‌ها از فردا همه کلاهاتون رو برعکس بذارید اگه عضو گیتار و پیپ هستید، از فردا همه اینترنتاتون رو از فلانجا بخرید. شده ها، بوده ها. به من موقع شرکت اینترنتی کار میکردم، یکی از چیزایی که به ما گفته میشد تو آموزش‌های فروش این بود که میگفتن که آقا سلبریتی ها رو دست کم نگیرید. اینا، من موقع نمیدونستم کالتیزم چیه، میگفتن اینا خیلی قدرت دارن. یعنی چی؟ مثالی که میزدن میگفتن امیر تتلو یه روز توی فضای مجازی میاد اعلام میکنه آقا فلان شرکت اینترنتی هم به درد نمیخوره، همش قطع. و یه دفعه مثل که 8000 تا کاربر درجا میریزن و تیم پشتیبانی اون شرکت یا 8000 تعداد بالایی. آقا چی شده؟ میره از اینا میپرسن، اینا میگن که تتلو گفته. ما چیم تتلی چیم چی میگن به پیروانش؟ ما هرچون بگه انجام میدیم. آقا اینا میدونن میرن اونجا، آقا چی شده؟ چرا قطع شده؟ میبینن که کابل پشت مودم قطع شده. یعنی قطعی اینترنت این بنده خدا به خاطر این بوده که پلاگ کشیده شده، اثر قدرت. آره. و بعد بهش میگن آقا بابا تو خودت سوتی دادی، الان ما رو بیچاره کردی، بیا برو دوباره بهشون بگو. میگه نه دیگه، حرف من یکیه، حرفم عوض نمیکنم. میخوام بگم کالتیزم توی فضای مجازی به شدت، نمیدونم میشه مثلا قبیله گرایی انگار، فرقه گرایی، به شدت فضای مجازی مستعد کالتیزمه. مال ایران هم نیست، اصلا جامعه بشریه.
ما باید حواسمون باشه که کالت نشیم، چون اگه کالت شدیم از اون چیزی که به خاطرش پایپ اسموکر شدیم، که من همیشه میگم لذت نیست، چون لذت یه چیز انفرادیه، ما برای شادی اومدیم، شادی یه چیز جمعیه. خب تو وقتی کالت شدی که دیگه اشتراک نداری، یکی دستور میده تو باید انجام بدی. همون موتور سوارا که میگفتی، مگه چجوری آقا امروز همه برن این کارو بکنن؟ اساسا من معتقدم این کار قشنگی نیست. این که شما بگی آقا هر کی دوست داشت بیاد توی مسابقه شرکت کنه، توی گردهمایی شرکت کنه یه چیزه، این که موظفی تعریف کنی برای آدما میشه کالت. خلاصه حالا از کجا به کجا رسیدیم؟ خواستم بگم این که ما سعی میکنیم طرح سالمون تو رنج قیمتی پایین‌تر و معقول‌تری باشه، با این دیده که دست همه برسه، الیتیزم پیش نیاد. وگرنه خب اگه رنج قیمت رو بخوایم بالاتر انتخاب بکنیم، قطعاً هم تنوع بسیار بیشتری میشه، هم حتی همین سازندهایی که برای ما کار میکنن میتونن دستشون بازتر میشه توی کاری که برای ما میسازن. ولی خب ما این برامون یک اصله که دست همه برسه به این، و تا زمانی که این پالیسی وجود داره تلاشمون رو خواهیم کرد که تو رنج قیمت معقولی طرح سال بزنیم. چون این سوال خیلی از من میپرسیدن که آقا تو چرا مثلا اینجوری کار میکنی، چرا نمیای یه پیپ 8 میلیونی بگیری، مگه سازنده خوب کم داری، مگه همین سیامک نمیتونه؟ چرا؟ اصل بر سر اینه که پالیسی ما نیست، دلایلش هم گفتم. آره بعد قشنگ نمیشه هم دست خیلیا برسه، حالا نه اینکه حالا خیلی چیز باشه، ولی این ماه طرف گرفتار اون فلان، بعد اصلا الان همینش هم ببین تو این شرایط اجتماعی واقعا سخته، روز به روز هم داره باز بدتر میشه دیگه. ما باید خب حواسمون باشه کجا داریم زندگی میکنیم، لندن که نیستیم که. الان همه دنیا که به مشکل تورم آمریکاش هم خورده، ولی ایران بعضش خیلی الان به هم ریخته است. خب الان من با چه دلی آخه دل بکنم بگم آقا هر کی نمیتونه مشکل خودشه، پیپ ترسال ما 8 میلیون 5 میلیون. خب یه داریم یه جا زندگی میکنیم دیگه، باید همدل باشیم، هوا هم دیگر هم داشته باشیم. میدونی فکریه دیگه، شاید هم اشتباه باشه. یه روزی اگه ببینم این پالیسی اشتباه بوده حتما شهامت دارم جلوی دوربینی عذرخواهی بکنم. نه عذرخواهی که نه، ولی من نظر من خیلی چیزه، حداقل امروز شاید بعدها که این دوران رو رد کنیم بگیم شاید میشد کرد، ولی امروز که داریم توی این شرایط زندگی میکنیم به نظر منم خیلی حرکت درستیه. و از اون برم همچین پیپی من فکر نکنم با این کیفیت و دقت ساخت و اینا به این راحتی ها با این قیمت ها دست من کیوان برسه، بالاترش هم بعید میدونم برسه. والا میگم حالا دوستانی که اهل فن هستن، پیپای برند دارن، مثلا پیپای سری سازی رو میتونن به راحتی مقایسه کنن، تفاوت ظریفکاری رو ببینن با دست. من چیزی که فهمیدم از این برندها، مثلا یه سری شیپاشون هستن که خیلی میشه گفت بی نقص و فلان و ایناست، یعنی میرن تو شیپای خاص. شیپ نیست، سریه. ببین کلاس بندی پیپای برند سری های مختلفه. خب مثلا فرض کن یه سری هست اسمش شرلاک هولمز، یه سری هست اسمش مال پیترسون. مثلا اسمش چیه این جشن ایرلندیا، رنگ سبز تمش، یه جشنی دارن، یه توتون هم براش میزنن معمولا هر سال، یادم نمیاد الان. مثلا یه سری پیترسون داره پیپاش سبزن، مال اون مناسبتن. یه سری شرلاک هولمز، یه سری نمیدونم. مثلا این سری های مختلف تو کلاس های کیفیتی و قیمتی مختلف و مناسبتی مختلف میشینن توی کارهای سری ساز کارخونه‌ای. و شما اونجا میدونی مثلا این سری ساخت پیپ کیفیت بلاکش اینه، مشخصه هایی هم داره، معلوم میشه. مثلا سری های گرون قیمت‌تر معمولاً بلاک های خیلی زیباتر و بهتری توشون استفاده شده و اکثرا فینیششون اسموزه.
مثلا اگه تو ایران بیاد قیمت بالای 10-12 تومنه که معمولا اصلا وارد ایران نمیشه، خیلی کم میشه، بالای 20 تومنه. سریایی که تو ایران میاد تو رنج قیمت 60-70 دلار تا 100-120 دلار که حالا خودتون تبدیل کنید متوجه میشین چقدر میشه. تو همون سری سازها هم کارهای لوکس و ظریف ساز و گرونتر و زیباتر هست، اما با وضع افت ارزش ریال نسبت به دلار شاید نزدیک این رقم هم نشیم و اساسا بازرگان وارد نمیکنه چون نمیتونه بفروشه. میدونی مبلغ زیادتر رو بخوابونه با احتمال فروش کمتر. اصلا منطقی نیست. آره. وارد هم بشه خیلی تعداد کم برای یه سری مشتری خاص و همون حالا الیت هایی که کلکسیونرن هزینه میکنن. با درآمد ایران واقعا اینجوریه بازی. پیپای معمولا ارزون قیمت وارد میشه و خب دستسازا که اصلا دستسازا وارد میشه. این دستسازا تو دنیا تا جایی که من میدونم رنج قیمتشون از 300-400 دلار شروع میشه تا چند هزار دلار، 4-5 هزار دلار حتی. خب ببین به پول ایران چقدر میشه، اصلا تو خودت وارد کننده باشی میاری، درجه اوناش نمیاد. من نمیخوام بگم دستساز ایرانی تو لول پیپ مثلا 4000 دلاری یه پیپ ساز قدیمیه. میخوام بگم که این داستانی که ما رو پیپای ایرانی بیشتر از این جهت سرمایه گذاری میکنیم اینه، وگرنه ما میتونیم پیپ فروشگاهی هم به عنوان طرح سال انتخاب بکنیم، کلابا این کار میکنن، چیز عجیب غریبی نیست. ولی چیزی که وارد ایران میشه، شرایطی که وارد میشه اینقدر محدودیت داره که اصلا سمتش نمیشه رفت. و حالا میگم کسایی که دارن پیپای سری سازی و کارخونه‌ای میتونن واقعا ظرافت ساختار رو مقایسه کنن، کیفیت جایی که خودشون نشون میده توی ضخامت بیت، کیفیت این قیفی داخل استم، خود سوراخ‌کاری آتشگاه، اینا قشنگ خودشون نشون میده. حتی گاهن من تو ویدیو هم نشون دادم ریم متقارن نیست، پیپ هیلسون بلژیکیه، ریم گردش متقارن نیست، یه ورش کشیدگی داره، سوتی داره زیاد. آقا درافت هول 5 میل بالاتر از کف آتشگاه، ریل برایار ایتالیا هست، سوتی توشون هست. ولی به هر شکل این پالیسی که ما انتخاب کردیم چیز مطلق و غیر قابل تغییری نیست. خب شرایط تغییر بکنه، شرایط بازار تغییر بکنه، انتخابا بیشتر بشه، ما به هر حال دشمنی که نداریم. من خودم کلکسیونم کلی پیپ برند اروپایی دارم، از قدیم هم دارم. هیچ وقت هم نبوده که شما فکر کنید پیپ ارزون بوده. ببین امروز من میگم ریل برایار می‌خریدم دونه 45 تومن، مثلا 50 تومن بود، من 2 تا برمی داشتم بهم تخفیف میداد میشد دونه 45. خب اون موقع من اجاره خونم 100 تومن بود، 100,000 تومن بود، 2 تا پیپ پول یه ماه اجاره خونم بود. الان اجاره خونه چقدره ببینی همونه. میدونی گرون نشده. ما اشتباه می‌کنیم که متوجه تناسب درآمد با هزینه نیستیم. پیپ همیشه یه چیزی بوده که گرون بوده و این که ما الان تو ایران یه همچین سازنده‌ای داریم که میشه باهاشون کار کرد، به نظر من یه نعمتیه که قدیم ما ازش محروم بودیم و مجبور بودیم با هر چی که هست بسازیم. الان مجبور نیستیم، انتخاب داریم. به این ارزشمند. خیلی هم عالی. آقا یه سری فوتیج از نزدیک هم از اینا من بگیرن. بله. آره دیگه. اگه سوال دیگه ای نداری در این مورد، من فکر کنم گفتنی ها همه رو گفتیم. مهمتر از همه هم این بود که این پروسه پروتوتایپینگ و تولید و طراحی و اینا رو دوستان بیشتر در جریانش قرار بگیرن. حتی پارسال هم ما خیلی زیاده روی کردیم دیگه، برای هر پروتوتایپ یه ویدیو گرفتیم. امسال به نظرم رسید که شاید اینا وقت مخاطب رو بگیره، جمع‌بندیش رو یه جا خدمت دوستان بگیم. امیدوارم که این تلاش‌ها باعث شادی بیشتر شماها بشه، ولی بدونید که واقعا راحت نیست این پروسه ها. من دیروز از خواب بودم، خیلی هم خسته بودم، خیلی هم کلافه بودم، کیفم در جریانه. مأمور پست زنگ زد، آورده بود دم شرکت و من میترسیدم که اینا رو تو شرکت بمونه، اتفاقی براش بیفته. گفتم تحویل همکارم بده تو شرکت. خواب و بیدار جمع جور کم لباس پوشیدم رفتم تحویلشون گرفتم که وقت اینا مثلا تا شنبه اونجا نمونه. یه طوریش آقا اصلا یه لوله بتر که آب بیفته زیر اینا، اتفاق دیگه میفته.
یه چیزایی پشت پرده این ماجرا هست، یا اینکه سیامک بلند شد اومد تهران، دونه دونه با هم چک کردیم، دونه دونه شروع کرد همونجا ابزار آورده بود به اصلاح کردن، بعد جمع‌بندی شد که نه ببره اصلاح کنه یه سری کارا رو. افورت پشت ماجرا زیاده. امید که معقول شما و بقیه دوستانی که میگیرن حتما هست، خیلی هم با ارزش و ارزشمنده این زحمات. تلاش و امید ما اینه، امید که اونایی هم که استفاده میکنن هر موقع که استفاده میکنن این حسی که ما تو اینا میذاریم بهشون منتقل شه، چه حسی که سازنده میذاره، چه حسی که ما بعدش میذاریم موقع کنترلش یا هرچی. برای ممنونم از اینکه اجازه دادی که نه آقا این حرفا کارو چیه، با هم من ممنونم. بدیم. برای من خوشحال کننده، برای من واقعا باعث افتخار بود. آقا مخلصم. دوستان خدا نگهدار. خدا حافظ.